بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه ما در باره یک پندی که از جانب یکی از امامان جلیل، امام محدث سفیان ثوری گفته شده است. خوشا به حال سفیان ثوری که در یک عائله متدین، در یک عائله به دنیا آمدند که بابایشان محدث بودند و برادرانشان هم محدثند. این امام جلیل موقعهای زیاد دارد، نوشته های زیادی دارد. سال 97 هجری به دنیا آمده است. یکی از پندهایی که خیلی پند ارزشمند است به طالب علمان گفته شده است و زیبنده است که هر طالب علم این پند امام را در اتاق درسی خود آویزان کند تا از این پندی که خیلی پند تأثیر بخش است هر ساعت استفاده کند. امام می‌فرمایند که برادر من، وقتی که طلب علم میکنی، علم را به خاطر عمل طلب کن، به خاطر خدا باشد که وقت علم را از خود کردی در برابر علم عمل هم باشد. و جای دیگر هم امام زیبا می‌فرمایند که هر حدیثی را که به من رسید از پیامبر خدا، من به اون حدیث عمل کردم. اگر چند یک بار هم که توانستم، هیچ حدیثی را به خواندن قناعت نکردم، بلکه به اون عمل کردم. در دوام پندی که امام می‌فرمایند به طالب علمان، این اولش این است که علم را به خاطر عمل از خود کن، و دوم این که اگر علم از خود میکنی، علم کسب میکنی، این علم را نه به خاطر آن باشد که کدام عالمی را سنجش کنی، کدام عالمی را درجات اون را پایان کنی، با آنها بحث و جدل کنی، و علم به خاطر خدا باشد. و دیگر نصیحت پندی که در این جمله های زیبای خود میفرماید، میگوید امام که علم را به اون خاطر نگیر که چند نفری که اهل علم نیستند، از علم خبر ندارند، آنها را از خود پس بشماری و خود را بلند. دیگر این که برادر من میگوید علم اگر آموختی، علم را به خاطر آن بیاموز که در راه این دین خدا خدمت کنی. و این چنین نشود، میگوید که برادر من نشود که علم را به خاطر آن کسب کنی که چشم تو در جیب ثروتمندان باشد. علم را به آن خاطر گفته شود، موعظه به آن خاطر کرده شود که چند مبلغ ناچیز این دنیا یا چند فایده ناچیز این دنیا به تو بیاید. و دیگر این که برادر من میگوید اگر علم میآموزی، نباید که علم به خاطر آن باشد که مردم فقیر رو، مردم ضعیف را مطیع خود گردانی. و بدان میگوید برادر من که اگر علمی که در آن عمل شد، چند مقداری که عمل کردی، همان نزد خداوند به تو فایده می آورد. و اگر علمی را که ضایع کردی و او را نادیده گرفتی و به او عمل نکردی، روز قیامت در نزد خداوند برای این عمل جواب خواهی داد. پس دوستان عزیز، خیلی این پند زیباست که هر یک طالب علم اگر این را به خود کسب کند، انشاءالله که در علم او، در دانش او برکت پیدا خواهد شد، و علمی که به خاطر خدا باشد انشاءالله نتیجه بخش هم هست. الله مهربان را تمنا داریم، دعا میکنیم که خداوند به ما عمل را در علم عنایت بفرماید و علمی را که از خود میکنیم اون به خاطر رضای خداوند باشد. و یک شما را به الله منان میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.